بازی حساس مابین جان سخیداد و نورهای خیلی خوب. این بازی مقابل سخیداد و نور محمد هسته. سخیداد پشت توپ شوت میکنه، سخیداد گل نمیشه. حال نور محمد پشت توپ. این نور محمد رقم چرسی حالم تو لاغر ماندن تو. نور محمد پشت توپ میخوای شوت خورده هم تو مستقیم هم تو آن متو میزنه آن متو گل نمیشه باز. بازم جان چی بود نامزی؟ سخی جان؟ نه سخی غلام سخی. غلام سخی میدم مرغابی بکش. او نه میگم ورزش که زیاد کنی این استخوانه آدم پوک میشه. یک دفعه توپ داد بای آدم بخوره و درد میگیره. نه سخی محمد جانم عزیزم. نور محمد جان ها؟ نور محمد سیگار میخوای؟ خجالت نمیکشی؟ تورنمنت گل بادام اینج دای کندی آمده سیگار از مردم طلب میخوای؟ ما بزنم نور محمد ما آدم ورزشکار از اولها رو نمیبینی تو در ما میگی سیگار بیا بکشیم. این سیگار چی رقم فوتبالیست هستی؟ همی زنی همزی؟ نه فوش ندید دیگه اینجی. همی کی تو رو سویدن آورد تو رو؟ از گل بادام دای کندی آمده اینجی؟ نه خود از دای کندی آمده باشیم. نه جان محمد یک نعره هم میزنه رقم از این شاغالای دای کندی بده. حال نور محمد پشت تو بسته. این نور محمد تریاکی نه چرخ میزنه نه تو میزنه کی این نور محمد. نه دیگه ما آقا اینج نوشتنی برم نوشتنی اختو بیار تو برو بیار تو چی برو بیار. ما دستای من لکی سرخ نشنده ای فوتبال. بریم با هم بریم. شما چه احساس داری که در این تورنمنت گل بادام شرکت کردید؟ خیلی احساس او از این تعداد جان محمد از دای کندی جوگیر شده. آقا بستنیر کی میخره؟ غلام سخی یا نور محمد؟ این نور محمد تخنیکیه. تخنیکی شو نور محمد پشت دروازه میتون محکم. حرکت رونالدویی تمرین این سه قدم که مرقم این سه قدم خیلی مهمه توی فوتبال. این نباشه جان محمدش نه. جان محمد تو سه قدم تو جور نبودی دفعه گل نشد. مفهمی چی میگم؟